همین اولم خدمتتون عرض کنم که اگر می‌خواید این PDF رو داشته باشین کامنت کنین PDF براتون ارسال میشه برای اینکه بتونیم بیشتر مرور کنیم. یکی از مشکلات اصلی زبان آموزا و بچه‌هایی که آیلتس دادن این بوده که نتونستن درست جمله رو پرفریز کنن. چون این نکته بسیار در پرفریزینگ مهمه، اینکه شما بتونی جمله رو جوری عوض کنی ساختارش رو که به معنیش آسیبی نزنه و همه از این نالیدن و خب تاثیرات منفی رو روی نمرتون خواهد گذاشت اگر نتونین درست پرفریز کنین. ما هم این رو در اسپیکینگ داریم، هم مخصوصا در رایتینگ تسک 1 و تسک 2 که خیلی از کاندیدیت های آیلتس باهاش دست و پنجه نرم کردن و یکی از مشکلات اصلیشون بوده. حالا چندین روش و چندین تکنیک براش هستش و خب خیلیاشون هم ریسکی، یعنی نیاز به این داره که شما سطح زبان خوبی داشته باشین که بتونین برین سراغش. اما این روشی که اینجا میخوام در این ویدیو بهتون معرفی کنم یکی از سیف ترین روش هاست و تا حد زیادی در واقع میتونین بدونین که معنی جمله رو تغییر بدین، جمله رو پرفریز کنین. خب جمله‌ای که باهاش طرف هستیم اینه: People increasingly access the news online these days. خب همونجور که داریم میبینین اینجا ما یک ساختار به اصطلاح adverb verbی داریم. increasingly یک adverb و خب access هم یک verb هستش. ما میتونیم بیایم part of speech رو تغییر بدیم، یعنی اون نقشی که در جمله رو دارن رو تغییر بدیم و این کار باعث میشه که تا حد زیادی معنی رو ما بتونیم حفظ کنیم. مثلا بیایم از noun subject gerund استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی an increase or a rise in people که سابجکته و gerund یعنی فعل در حالت ing که الان میبینید اینجا به access ing اضافه شده. حالا این رو چجوری در جمله استفاده کنیم؟ جمله people increasingly access the news online these days میتونه بشه There is an increase in people accessing the news online these days. خب همونجور که داریم میبینین اینجا increasingly به an increase تبدیل شد، پیپلمون به عنوان subject اضافه شد و ing دادیم به access و خب الان میبینیم که ساختار جملهمون عوض شده، به اصطلاح پرفریز شده، ولی معنی حفظ شده. حالا این جمله رو نگاه کنید که میتونه به این شکل پرفریز بشه There is a rise in students using technology for their studies و میبینیم که به بهترین شکل معنی جمله حفظ شد. Companies are increasingly adopting remote work policies. There is a rise in companies implementing remote work policies. اینجا یک پرفریز سیف به اصطلاح اتفاق افتاده، یعنی اینکه معنی جمله تغییری نکرده ولی ساختارش عوض شده، یه جور دیگه نوشتیم همون معنی رو داده. حالا بریم سراغ یک شکل دیگه. جمله رو ببینیم An increasing number of people are buying what they need online nowadays. خب در این جمله ما میبینیم که از increasing number of که یک در واقع فریز ثابت هست و میتونین ازش استفاده کنین استفاده شده و present continuous، یک روندی که داره اتفاق میفته are buying. ما اینجا میتونیم بیایم به راحتی از یک relative clause استفاده کنیم و اونور جمله رو تهش رو با on the increase یا on the rise کامل کنیم. مثلا An increasing number of people are buying what they need online nowadays میتونه بشه recently the number of people who buy what they need online is on the increase. داریم میبینیم who buy اینجا یک relative clause که حالا با توجه به اون جملهمون ممکنه تغییر کنه، ممکنه which buy بشه، who buy بشه، where buy بشه، when buy بشه که دیگه راجع به در واقع بحث relative clause که اینجا نمی گنجه، با جداگونه توضیح بدم بهتون قضیه از چه قراره. و اون تهش هم داریم میبینیم که اون بحث an increasing number of people که در تعدادشون بیشتر میشه رو با on the increase جایگزین کردیم. یا یک جمله دیگه a growing number of people are choosing healthier lifestyles که میتونیم بگیم the number of people who are opting for healthier lifestyles is on the rise. دوباره میبینیم اینجا یک relative clause استفاده کردیم who are opting، اون ورش هم تای جمله رو با on the rise بستیم که داره همون کار a growing number of people رو میکنه. یا در این جمله an increasing number of students are using technology for their studies که میتونه بشه the number of students who use technology for their studies is on the increase. حالا اینجا اگر نگرانی براتون به وجود میاد که چرا اون بالا present continuous استفاده شده اینجا simple present، میتونین جفتش رو از یک جنس بذارین، مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا تو این رو توی کامنت ها پرفریز کن و بنویس برام که ببینم چی کار میکنی. حتما سیوش کن که گمش نکنی، برای دوستاتم بفرست که یاد بگیرن.